السلام علیکم دوستان عزیز. امیدوار هستم که شما خوب هستید. من دکتر شیری هستم. در شهر سراشم در کلینیک زوایخو کار میکنم. آن شخصی که وهم دارد، ترس دارد، نیورون دارد، روی هفتادگی دپرسی دارد، یک سوال. این سوال را به خود دهید. درباره این سوال فکر کنید. شما صحت شدن میخواهید یا نه؟ البته هر یک بیمار صحت شدن میخواهد. یگان بیمار من صحت شدن نمیخواهم گفته جواب دادگی اش رو من خودی نمیمانم. یگان کس به پیشم آمده من صحت شدن نمیخواهم گفتگیش میکنم. همه صحت شدن میخواهم. نباشد به شما دیگر سوال. برای صحت شدن حرکت لازم و برای صحت شدن شما حرکت کردن و توصیه ها عمل کردن در جریان با متخصص کار کردن، صبر کردن تیار هستید یا نه؟ شما تیار هستید یا نه؟ اگر شما برای توصیه ها عمل کردن و حرکت کردن و صبر کردن و تیار متخصص چی گفته به من توصیه دهد اگر من عمل میکنم گفته معنی همین خلاصه آمده باشید، شما یک متخصص را قطعی در نزد یعنی همین در نظارت یعنی همین متخصص کار کنید. خواهید با من، خواهید با دیگر متخصص. در صحبت خودی متخصص چقدر وقت لازم با شما برای به شما کمک کردن چقدر وقت لازم می شود به شما میگوید. شخصا من میگویم انا عزیز شما صحت شدن میخواهم ولی حرکت کنم هم صحت نمیشه، عمل کرده نمیشود، صبرم نمیشه و نهیم خلاص آمده باشید ولی برای حرکت کردن، عمل کردن، صبر کردن تیار نباشید، شما به صحت شدن هم تیار نیستید. افسوس انسان در بعضی حالتها مثل دشمن به خود رفتار کرده است. مثال به این وجه آدمی که ناس میکشد یا سیگارت میکشد یک کار کرده استفاده است این مثل دشمن. مثال آدمی که دوستان عزیز سیگارت میکشد یا ناس میکشد دشمن نکردگی نرندگی را با خود روا کردن همین کار رو کرده استفاده است. فهمیدید؟ حرکت یک متخصص را قطعیده حرکت کنید، عمل کنید، صبر کنید با احتمال کبار از رحم خط خلاص میشه. لیکن دکتر نقطید دیگر آدم را ایبدار کنید، خود را اصلاح نکنید، در بالای خود کار نکنید، صحت شدن مشکل است. شما دیگر کس را ایبدار نکنید. منبع پرابلم را از بیرون نکارید. پرابلم در خود شما است. بعضی ها با نویسنشان ممکن که برای چی ویدیو بیکل توصیه نمیدید. من توصیه های بیکل من شما یک فکر کنید 50 بیمار در پاکستان به من میرسید 10 تی آنها حرکت میکنند 40 تی آنها حرکت نمیکنند. من چه خیلی از بالای این مجای این 40 بیمار کار کردنم و اقلا به پیشم نمیاد. چه خیلی من به جای این 40 کس کار کردنم یک دانه دارو بنویسید. داروها پول
اتابازول، اتارکس، فینیبود، اداپتو، مگنی، هلسین، نوپاسید، چقدر داروها هست. لیکن اینها رو شما قبول کردید. بعضی ها 20 تا 30 تا تبلت قبول کردید. بعضی ها یک چند تبلت را در مدت سالها قبول کردید. صحت نشده استاده. برای آنکه دارو شما را زور نمی‌کند، شما را آدمی فعال نمی‌کند، شما را آدمی با وجدان نمی‌کند، شما را آدمی سرغیرت نمی‌کند، خود باوری را بلند نمی‌کند. شما چی می‌خواهید؟ صحت شدن. صحت شدن، نیت صحت شدن یک قوانین ترازو است. در دیگر طرف ترازو شما همین کار را خواسته استادید. همون برای به همین نیت رسیدن سبب در کار، سببش را کردن در کار، مهنت در کار، صحت و سلامت باشید.